بافن او بافن بافن او بافن این منو به حالا یا خدایی با کجا رفته باشد نمیفهمی در شد بخیرست مفهومید چیکار شد از یک قدرش توب دارید؟ برفین رو میکوبیم دویده ایستاده بود گویا از پسش عزوری باشد آن دختر با کجا رفت؟ شاید به خانه بابا رفته باشد با اون طرف میدوید ناکه به نزدیک بابا میرویم بیا دستیز باجا شما مورد آدم میخواد خیزبام این را فراموش کردی التجا میکنم بابا ابراهیم مرا نجات ده در این دنیا بغیر از شما دیگر نجات دهنده ندارم بابا ابراهیم غلامتان شوم با من یاری ده خیز دخترم خیز قربانتون شوم بابا ابراهیم مرا به دستی اون ظالمان نده اومدن درون بابا ابراهیم هیچ خیر رفتار حامید به خانه ما هجوم نکنید استغفرالله بابا مگر جرأت کردن میتوانیم اما ما میدونیم که دختر در همین جاست برای او آمدیم کمی صبر کنید این چیز سراسمگی اول آرام شوید تا که گپ زنیم کاری کرده زلال در حق ما معلوم شد از این پس برفی ندان من است یعنی از آن ماست این را فراموش نکنید بابا صبر کن رافع صبر برفین در خانه من پناه برده است او مهمانی من است دانید که در خانه من پناه برده دشمنم هم باشد برای من امانت است با او کسی دست رسانده نمیتواند تو همین را فراموش نکن بابا شما بزرگید و شما بیادابی کردن نمیخواهیم لیکن شما میدانید الحال معلوم شد درد من برفین نیست زلال خانم جای پسرش را گوید دخترش از آن خودش تو چه ها میگوی حامید برات را از کجا میابی دختر را گرم و این دعوا هم به آخر رسد آخر این چه حال است مادامی که این زن زلال خانم نه ما و نه دعوا را پسند نمیکند و ما فقط گرفتن دختر میماند بابا آخر ما دیگر علاج نداریم بله راست میگوید دیگر راه حل نیست خفه نشوید جنابان عرف و عادت را ما هم میدونیم من زنده باشم کسی از خانه من دختر را برده نمیتواند بابا تیر یک مراتب از کمان جست آبروی اعتبار شما نیست پس شد با دروغ آن زن همراه شده اکا مردم با ما نگاه کرده ایستاده است رفتیم سرده بینن دیدن گرن چه بودن دروغگویی را مردم ببینند بگذار شرمنده شوند زلال دان که اگر دختر را به دست ناریم در ده ماندن ما برای ما حرام است پسرم مرد است گفته سالهاست که ما را فریب داده ای جواب این کارهایت را میدهی سرکای تیز بر ضرری کوزه است رفتیم اکا رفتیم بابا ابراهیم بدرون درو دخترم بدرون کلی حقیقت را گپ زن قبر نشان داده چرا خالی است یا اینکه آنها درست میگویند گپ زن دخترم اگر این دروغ باشد نه بابا نه باور کنید دروغ نیست کودک را از دست دادم خودم او را گوراندم اما سالهای دراز به قبرش نرفتم تا آن درجه ای که جایش را فراموش کردم گویا برات نمرده باشم به خاک تاریک نرفته باشم Anna, tu tayo.
مادر چی شده است؟ چی میخواهی؟ میدونی چی شده است؟ برای زنده است گفته اما که رفیق باز به خونه خلای زلال زده در اومدند. هیچ تمام نشد دوای آنها. هر روز همون مسئله. گویا که کاری نمی باشد. اما برفین ریخته در خونه بابا پنهان شده است. برای پنهان کردن برفین اما که رفیق و بابا ابراهیم با هم جنگ کردند. ای خیلی خبر دادی. رو کن. مایلش یکون چیزی نشد من شما رو حتما آگاه میکنم. سخنان رفیق و حمید درست است مادر. اکم زنده است. مادر جان من دخترتون هستم. حقیقت را از من پنهان نکنید. اکای براتم در کجاست؟ تو چه ها میگویی دخترم؟ اکات مرده است. در زیر خاک است. این در باشد آن آوازه ها را کی برآورده است؟ کدام به انصاف؟ من از کجا میدانم؟ از کجا؟ از نزد حولی دور نمیشوید. شب و روز یک لحظه از آنجا چشم نکنید. دمیر خودتون را نمایان نکنید. بگذار دختر به بیرون براید. همین که برآمد داشته بیارید. مایلش آقای امید. روید زودتر. روید. اکا زیغ نشوید. بیهوده غم نخورید. همیشه در آن خانه نمیماند. یکان بار به بیرون میبرآمدگیست. اگر تو صد راه هم نمیشدی تایها دختر را گرفته می آوردم. اکا آخر بابا ابراهیم. بابا چی اینقدر او را بزرگ میشماره؟ بابا باشد اما عرف و عادت بزرگتر است. اکا فراموش نکنید که این دعوای خونین بین من و زلال است و باز فراموش نکنید که همان عرف و عادت حرمت کردن کلان سالان را میفرماید. اکا السلام علیکم بابا. و علیکم بر سلام رئیس. دکتر رو شنیدم. برفین در اینجاست؟ با مادرش در درون است. یک آنها را ببینم گفتم. مرحمت در رئیس. رئیس آمد. خودت را به دست گیر دخترم. بیاید اومدن گیرد. چنان میگوید که گویا از احوالمو بیخبر است. خوش آمدید. السلام علیکم خانم زلال. و علیکم السلام. میخواستم به شما درباره رافع و حامد گپ زنم. گوش میکنم رئیس. ها این آدمان از پشه فیل ساختند. ها این چی ظلم است که به این دختر میکنن؟ ای خدا نیت رافع برحالا معلوم است. کاری کرده میخواهد برفین رو به دست آورد. ها احتیاط باشید. در وقتی آمدنم دمیر رو با دادرش دیدم در گرد اطراف خانه میگشتن. یعنی برای دستگیر کردن دختر و بیرون براندنش رو میپاین. من زنی و ظلم نمیشوم. این دفعه به خودم رو میکشم. کسی صدی رو هم نمیشود. ایستا توبه کن دختر. در خانه من تو در ابان برفین. نترس دخترم. ها بابا ابراهیم باشند من باشم اولش خدا کسی تو رو نمیرسد. این دفعه من با مقابلشون میبرایم. من خانم زلال رافع میگوید که برات زنده است. این گپ حقیقت دارد؟ نه رئیس دروغ است. به خانه بابا ابراهیم در اومده از دست امک رافع رها یا اینکه این دفعه دختر رو میگیرن. من از کجا دانم؟ شاید دکتر باز برفین رو نجات دهد. آدمی خوب در بابای گپش میامده است. چی بوده است؟ روز بخیر. تشکر. قزبان این دختر هیچ به تو سرخم نمیکنه. گویا وای با من در کار باشد. درد او دیگر است. نه خود چی بوده است؟ کی نشد؟ دوست داشتهش. قزبان تو چیزی رو میدونی و نمیگویی؟ بد میفهمونم.
درس امروزمون همینقدر بچه‌ها. اکنون زود به خانه هایتون روید. معلمه حالا بر وقت است. چرا امروز درسمون تمام شد؟ زحل به ما شده است. برای همین درس تمام شد. عمر راست میگوید بچه‌ها. کنی همه به خانه هایتون. وظیفه خانگی رو فراموش نکنید. تشکر معلمه. درست رو به انجام رساندی؟ زحل رو در اون حال دیده درس رو دوام داده نتوانستم. راست میگویی. شما چی کار کردید؟ چی کار هم میکردم؟ زحل رو به پدرش برده دادم. پگاه به خاک میسپارند. من گفته بودم که زیر این کاسه نیم کاسه هست. انا معلوم شد. چی رو پنهان میکرده باشند؟ خزلو به خانه رو. اگر در اینجا مانی بابا طرف گرفته از زلال را پشتیبانی میکند گفته گپ میبرارم. روان میگویید؟ بله بابا ابراهیم راست میگویند. بیایید رفتیم. مادر شما میروید؟ بابا ابراهیم در برت باشند، از هیچ چیز نترس. به فکر من مادر و دختر باید از زحل گریزند. به کجا گریزیم رئیس؟ به خدا نمیدانم. فکر کرده به شما جایی یافتن لازم. صبر کنید، در حال قرار نبرارید. به هیچ کجا نمیرویم. اما مادر با خواست خدا از اونها رها مییابیم دخترم. تو خواطر نشو. رفتیم. بگاهی به دیدنی دخترم میآیم. مایلش زلال، رو دخترم. مایلش، خوش مانید. تا دیدار. گوش کنید، اگر یکم مشکلی برآمد شرم ندارید و من مراجعت کنید. خوش میمانید. دیلو؟ خسته نباشی دیلو. تشکر قزبان. معلوم میشود که در اینجا کار کرده از واقعه های ده بیخبری. دیر کردی قزبان. از حادثه برفین خبر دارم. خبری اساسی هم نیست. دختری تو با معلمه باز یک جایند. میدونم قزبان. از برای زحل. تا خیلی گمان کردنگی. معلمه طلبه ها رو جواب داد. بعد هر دو یک جای رفتند. با کجا؟ آن طرفش رو نمیدونم. شاید به سیر و گشت برآمده باشند. از من یک گفتن. باز نگویی که نگفتم. اینجا ده هست. این خیلی سخنچینی هایت رو بس کن. هر خیل گپ شدنش ممکن. تو با دکتر رشک میکنی میدونم. اما حق داری. تو در اینجا مانده در آن معلمت چی رو یافته است نمیدونم. رو از اینجا زود برو. چرا خاموشی؟ حالا هم زحل رو فکر میکنم. زینب شاید وقتش نباشد، اما گفتنی های مهمی دارم. نمیدونم چی خیل گویم. به خانه هم رسیدیم. شما هم به خانه تا برگردید. شب خوش. شما در اینجا چه میکابید؟ شما رو انتظارم خانم زیلو. مرگتون رو انتظارید. روید از اینجا وگرنه میکشم. استید خانم برای زیلو. چی؟ زنده بودنی براتم را گفته. برای چی؟ من با کسی چیزی نگفتم خانم زیلو. گفتید.
شما میدونستید که من مادری تاکیر هستم، برای همین به همه گفتید. برای خاموش شدنم این را گفتید. برات زنده از گفته حامد را به پا خیزاندید. میدونستید که برای نفهمیدنشان که تاکیر پسری من است ترسیده خاموش مینشینم. از همین سبب گفتید. قسم میخورم که من این رو نگفتم خانم. کارهایی کرده اتان بس نبود. از دختری بیچاره‌ام چی میخواهید؟ استید با این گپ ها را پهن کردن. اگر مراد من حاصل میشد و به طاهر ضرری نمیرسید، من از ده برآمده میرفتم. چی؟ و نزد شما میآمدم. حقیقت را هر دویمون میدونیم. اگر شما نگفته باشید پس کی گفته است؟ به خاطر بیارید وقتی که ما در کوچه جنجال میکردیم قزبان به ما نزدیک شد. معلوم میشود که سخنانمون رو شنیده است. بعد رفته به آدمون گفته است. من واقعی دخترتون رو شنیده برای به شما کمک کردن آمدم. شما به من چگونه کمک میکنید؟ من به شما باور نمیکنم. شاید باز یگان حیله دارید. این طور نگویید خانم زلو. من عرف و عادت دیه رو نمیدانم. چی بودنی دعوای خونین رو نیست. شاید اگر میدونستم هرچند دشوار باشد هم این را به طاهر میگفتم. اما اکنون دیر شده است. حالا این را به طاهر گفته نمیتوانید. اگر برات بودنش معلوم شود کی میداند با او چی میشود. یا همین طور نه خانم زلو. حالا ما باید چطور برفین رو از اون مردی بدفعل خلاص کردن رو فکر کنیم. رافع بیرحم است. از او راه خلاصی نیست. یگان راه بوده است آخر. آنها بیچاره و بینوایند. با آنها دست به گریبان شدنتان به شما نمیزیبد. کارتان خطاست. کاری ما از روی عرف و عادت درست است. امک 2 زن و 1 چند فرزند دارید. برفین باشد دختری جوان است. او از حیات امیدهای زیاد دارد. زنی شما شدن نمیخواهد. چرا او را مجبور میکنید؟ این کاری من و تو چی در بین میدرویی؟ از این پیشم او را مجبور کرده بودید. قریب بود که خودش را میکشت. اگر این دفعه خودکشی کند چی؟ خودش را میکشد، میسوزاند، لیکن آن دختر به این خانه زنی من شده میدرود. تمام. پدر شما خاموش نیستید. اکا هم راست میگویند و همش زلال گناهگار است. سالهای دراز به ما دروغ گفته است. به ما دیگر چاره‌ای نمانده است دخترم. آخرین کار به عرف و عادت چی علاقه دارد؟ آقای رئیس گپ زنید. شما آدمی حکومت هستید. به خدا من چی گویم زینب؟ این مسئله عائلوی است. من به این خیل چیزها کاردار نیستم. خانده آمدم گفته خودش را دانا می حسابه. ما باید فکر کنیم که چطور میتوانیم آبروی ابراهیم را رسانیم. من میگویم که نگوید اکن نگوید. با بابا ابراهیم به حرمتی نکنید. آبروی او برایت مهمتر است. تو چی میگویی رئیس؟ به خدا تا برآورده دادنش بابا ابراهیم رو مجبور کنید. عذابش دیت میگویم. من هم شما را دستگیری میکنم. آخر بابا تا مردنش پناه دادن نمیتواند. رئیس با گرفتن دختر کار تمام نمیشود. باز در بین برات است. فرض کردیم که باز برات پیدا شد. بعد چی میشود؟ البته دوای خون را طلب میکنم. اما زلال جایش را نمیگوید، دهانش را نمیگشاید. همین که دخترش را به دست آورده ناعلاج دهانش را میگشاید. یک مرتبه به برفین کمک کردم. اما حالا چی کار کردنم را نمیدونم. آقای حامد انسانی خوبند. اما اکاشون بعد کارهای در حق خانم زلال کردهش را دیدنم. دیگر در اون خانه استودن نمیخواهم طاهر. در نقطه طبی میستیم. بیا دیلو. درباره مرگ زحل بابو باید گفتی؟ بله. خدا به خانواده‌اش صبر دهد.
الهی دخترم آمین. زیق نشو، از دستمون هیچ چیز نمی آید. دیلو، خودت رو به دست گیر. تیار شو، حاضر به خانه شما می رویم. مایلش آقای طاهر، با اجازت شما. پسری خانم زلال که مرده است میگفتن، در کجا بوده است؟ من از کجا میدونم؟ اکنون قوه هم تمام شد. به خدا که مانده شدم. این کار رو شما حل کردن نمیتوانید بابا ابراهیم؟ از دست من چیکار میآید پسرم؟ این کار رو تنها خودش حل کرده میتواند. حال این دختری بیچاره بعد چی میشود؟ هیچ چیز نمیشود. خودم رو کشته خلاص میشوم. بچس، تو دیگر چیزی نمیدانی. یک بار نیت خوب کن. برفین، بچس. دخترم. خانم زیلو، دخترتون رو گیرید و از دیه گریزید. من باری هم از این دیه بیرون نبر آمدم. با کجا روم؟ دریکی را کوبم خانم رو بیا. مادر جان، خانم رو بیا راست میگوید. نهید از اینجا روید. مادر، ما بخیر از گریختن دیگر چاره نداریم. با کجا میرویم دخترم؟ در کجای نباشه ما رو میوبند؟ به انقره روید خدای زلال. به نزد یلماز او شما رو پنهان میکند. درست میگویم بابا؟ راست میگویی دیلو. در حال به انقره روید. یلماز شما را صاحبی میکند. جای زیست هم مییابد. در اول به شهر عادت بکنید. لازم آید زلال خانتان را فرود پولش رو به شما روان میکند. مرا جغزده بودید سینو. بیا گذر. حیاتم را نجات دادی. از تو یک جان قرض دارم. برایت چیکار کنم؟ هیچ چیز لازم نیست. من وظیفه‌ام رو اجرا کردم. من هم وظیفه‌ام را کردم. این قهرمانیت را به سردارمان گفتم. از سرحد گذشته به مرکز می روی. از این پس در آنجا تعلیم می گیری. تشکیلاتمان به تو رتبه می دهد. حاضر رفته تیاریت را بین. وقتش که رسید می روی. تشکر سینو. با تو افتخار دارم. مرا سرخم نکن. شما رو سرخم نمیکنم. مرا فراموش کن برفین. برگشتنم رو خدا میدوند. نمی شود. به نزد یلماز رفتن نمی توانید. برای چی نمی رفتن طاهر؟ یگان سببی دارد پسرم طاهر. چون که او نبیره شماست. در انقره تحصیل کردنش رو همه می دانند. آقای دکتر راست میگوید. رافع ما را در نزد او مییابد. با استانبول روید خدای زلال. در اونجا یک دوستی کمی سر دارم. در نزد او میستید. او با شما کمک میکند. چی گفتید خدای زلال؟ خانم زلال، با تکلیف کرده طاهر چی میگویید؟ نمی شود خانم رابعه. مادر، چرا راضی نمیشوید؟ اگر با بابا ابراهیم سر نفرآورده مرا گرفته برند. نمی شود میگویم برفین. از دیگه نمی رویم. عصبهایشون خسته شده است. حق دارند.
طاهر رو پرتفته رفتن نمیخواهید. میدونم. طاهر نه، او برات است. خوب مایلش، اما دخترتون رو فکر کنید. از این دیه گریزید. نمی شود. من هم یک علاج کرده طاهر رو گرفتم از پستون می آیم. در استانبول وو می خوریم. در آنجا حقیقت رو می فهمونیم. به شما باور نمی کنم. می خواهید مرا از پسرم جدا کنید. باور کنید راست می گویم خانم. طاهر می آید. بغیر از رفتن دیگر علاج ندارید. بسیار مجبور نکن. با خانم زلال کمی وقت لازم است. زنده بودنش از اشکهایتون معلوم است. اما او در کجاست؟ تو با این کار دخالت نکن آقای دکتر. از ترس دوای خون جای پسرش رو نمیگوید. آرام شد. اینو برای شما آوردم معلمه. تشکر زحال جان. بیچاره زحال. اگر پیشتر به بیمارخانه می آوردن نجات می‌یافت. کودک بیچاره رو با وجود چندین مراتب از هوش رفتنشان به بیمارخانه نبردند. در دیه این چندمین کودکت که میمیرد. یک قسمشون از بینوایی، قسم دیگرشون از بی اهمیتی فافتیدند. با همه این که گناهگار. با این مردم دیه گناهگارند یا نبودن راه وقت به بیمارخانه. بگویید آقای طاهر، بگویید. خدایا این چی در دست ناچاری؟ از ناچاری قبول کنیم هممون گناهگار میشویم. وظیفه بر دوشمان افتیده خیلی گران است. خطاگی ها رو گپ زدن نه و اصلاح کردن در کار. من باوری دارم که اگر هممون از یک گریبان سر براریم غلبه میکنیم. اصلاحی این مشکلی ها در دست خودی ماست. فقط خواهیش در کار. راست میگوید آقای طاهر، در حقیقت راست میگوید. اصلا نباید به قفا گردیم. همه راه ها رو باید سنجیم و هر کس باید خبر رسونیم. انا زینب باید همی خیل باشی. با کمال مایل به تو یاری میدیم.
مصرفو رو فکر نکن. اون طرفش رو حل میکنیم. ها دکتر، راست میگوید. دینمان هم این بدانشی را قبول نمیکند. مایلش کودکا از آن شما. ینگر هم فرسته دکای رجب. این خیلی نگوید معلم زینب. در این سن و سال با ما مکتب چی لازم؟ بعد اینقدر چور و کاری خانه را کی میکند؟ همش رو میکنم، هم کارهای خانه را میکنم، هم به مکتب میروم. اجازت میدهی؟ رو با تو اجازت. دکتر میشوی، حاکم میشوی، کسی که میخوای شدن گیر. اگر خواهی رئیس شو. البته میشوم. خیر مایلش خودتان میدونید. بیچاره یک رافعه بزرگ اگر خواهد جنگلی کلان را خاکستر میگرداند، یک دختر را گرفته نتوانسته است. میگویم که ابراهیم رو زیر فشار قرار دهید، اما کنی؟ درست میگویی، اما حامد صد راه هم است. پدر چی شده است دخترم؟ نمیبینی با امک رافعت گپ میزنیم؟ یک چیز رو به شما گفته زود میروم. زود گویو رو. معلمه و دکتر یک جا شده همه مردم دیگه رو به مکتب دعوت کرده شدند. زنها هم میرفتند. پدر جان من هم روم. کودکان را بردنشون باز نبود، اکنون باز با کلان سالان دست زدن. چی میگوید پدر؟ من هم روم. آقای رافع هوشیار باشه، این دکتر با جینتون نقشه در سر دارن. میدانم، اما وقتی که حامد اینجاست از دست من چی میآید؟ اما که رافع گپ است که به نزدیک در خونتون توی میشود. چه خیل توی؟ اما که رافع شما خبر ندارید؟ دکتر با زینب؟ دخترم تو چی ها میگویی؟ دکتر و زینب چی کار کردن؟ به خدا که من نگفتم، مردم میگوین. چی میگوین؟ چی میگوین؟ گوش کنید آقای رافع، جلوی این جیانتون رو نغز کشیدن در کار. پدر مکتب. خاموش باش دخترم، حاضر وقت مکتب است. کنی با بیرون برو زودتر. الدا تنبلی نکن، کار زیاده است. خوب شده است. حامد رو بسپاش کن. مالش آقا. تو به بیرون برو. الدا رفته گوسفند رو خبر گیر. تنبلی نکن، زودتر. این قدر قهر و غضب برای چیه که؟ گوش کن حامد، و دخترت گوی که جایش رو نگاه کرده پا گذارد. برای چی؟ چی واقعی روی داده؟ باز هم رای دکتر گشته است. او در ده بدنام شده است. البته با دکتر میگردد، چون که هر دویشون به فایده ده کار کرده ایستادند. دست که نرسد گپ میبرارند. اگه من دخترم را نغز میدونم، در شأن اوی خیلی گپ عیب است. تو همین خیلی رویت نمیشود، گپت به هیچ کس نمیگذرد. کی گفته است که گپ ما به هیچ کس نمیگذرد؟ اگر گذرد بر ضد ابراهیم برآمده برفین را گیر. انا گپ در کجا بوده است؟ زحال رو فکر میکنی؟ زحال با مکتب رفتن میخواست، در حضرت مکتب از دنیا گذاشت. میگویم که آرزوی دخترم خودم عملی کنم. الدا با جای زحال با مکتب رو سعید رو. من هم میروم، خواندن و نوشتن را میآموزم. به قزبان سخنانی نگفتم را با مکتوبهایم به او مینویسم. کنی ببینی مردم دیگه دعوتم رو قبول کرده می آیند. باوری دارن که می آیند. شما هم از کارتون موندید. اگر خواهید به نقطه تیبی برگردید. گوش کن زینب، برای با تو صحبت کردم وقتی مناسب میگفتم. ما میتوانیم زینب در تنهایی صحبت کنیم. من برای اظهار محبت هیچ موافق نشدم. خوش آمدید. انا ما هم آمده. خوش آمدید. نفس کردید. خوش آمدید که با مکتبیو. مرحمت گذارید. اجازت میدهد معلمه؟ خدایا چه خیلی اجازت. مرحمت. همسر من به شما امانت، گوشتش از شما و استخوانش از من. مایلش به شما برای کار. مرحمت گذارید. به خاطر زحال ما هم اومدیم دکتر. گذار. درود مرحمت، به اینجا شینید. در مکتبتان برای چوپان ها هم جای هست معلمه؟ البته هست، چرا نمیشده است. برای همه جای هست. مرحمت گذارید. من هم اومدم معلمه زینب. نفس کردی قزبان که آمدی. مرحمت گذشته شید. قزبان؟ مرحمت گذشته شینید. گذارید. شما به این طرف. مرحمت.
مرحمت بیاید بچه با اینجا بگذارید. وای باورم نمیاد آقای طاهر با اینجا میگرید. با تو گفته بودم که می آید. همه‌تون خوش آمده. خوش باشه. آقای طاهر از روی خط داروهایی که برایش داده بودید بعضیشان را آوردند. چی شد آقای طاهر؟ تو رو نه تنها همشیره بلکه یک دوستی نزدیک هم میدونم. دیلو. دوست گفتید؟ یعنی دوست؟ میدونم که تو هم ما رو چون دوست میدونی دیلو. دوست؟ ها البته. حالا باشد میخوام که چون یک دوست با من کمک کنی. من باید چیکار کنم؟ دیلو من محبتم رو ایثار کردن نمیتوانم. ببین حتی با تو در این باره گپ زدن نمیتوانم. چیزی شما رو ناراحت میکند؟ بله. من وای زینب رو فهمیدی مرا؟ او را دوست می‌دارید؟ بله. این رو باید به من نیو به او میگفتید. راست میگویی. با من کمک کن دیلو. هیچ عاشق بودنم رو با او گفتن نمیتوانم. این رو تو با او گوی. گوی که طاهر دوستت میدارد. اگر قبول کند با مادرم صحبت کرده او رو خواستگاری میکنیم. با زینب گپ میزنی همین طور دیلو. دیلو دیرتر میروی. حضیر در مکتب درس دارد. میلش دیرتر میروم. میلش اکنون رو تو رو اینجا منتظر میشوم. چی شد دیلو؟ دروغ رو افتونیدم. من جمع میکنم تو رو. دیلو میگیری؟ نه چرا میگیریستم؟ خوش بمانید خوش بمانید. بابا با شما صحبت کردن میخواهم. مرحمت تو رو گوش میکنم حامد. من همیشه به عدالت شما باوری داشتم. چرا دیده و دانسته زلال را حمایت میکنید؟ خطا میکنی حامد. با این کاری کردهتان حتی آدم گناهکار هم مظلوم حسابیده میشود. نمیفهمم شما چرا اینقدر ظالم شده؟ ما را زلال ظالم کرد. دروغگوی هم اوست بابا. از شما فقط همین خواهش را دارم که به کار ما دخالت نکنید. خفه نشوید بابا ابراهیم. به خانه من پناه برده است گفته دختر را به ما ندادنتان این کاری خوب نیست.
دانید که اگر به خوبی نشود به زوری دختر را میبریم. من قرارم را برآوردم بابا. از این پس پول هم قبول نمیکنم. یا جای براد را به من میگوید یا دختر را میبرم. خلاصه من همین بابا ابراهیم. بابا ابراهیم، السلام علیکم. و علیکم السلام. این حمید بیادبی کرده شما را تهدید کرده است. معلوم میشود که اینها را اصلاح کردن ناممکن است. اینها مقصدی ناپاک دارند. یگانه راه خلاصی برفین را از دیه گریزاندن است. انا همینطور. برای عادت کردن دستتون یک صحیفه رو با این خطها پر کنید. بخیر است دیلو؟ چی واقعه؟ درست که تمام شد بعد صحبت میکنیم زینب. من در بیرون انتظار میشوم. شما نوشتن رو دوام دهید. من حاضر می آیم. خدا به التجا میکنم. با من کمک کن. من چیم با اون میگویم. چه واقعه دیلو؟ از درست نمی بر اومدی. من انتظار میشدم. تو مگر گریه کردی؟ نه با چشمم چیزی در اومد. برای همین از چشمانم آب میبراید. مرحمت دیلو. تو رو گوش میکنم. چی واقعه روی دادن؟ وای، مرا آقای طاهر به نزدت فرستاد. خودش به تو اظهار کرده نمیتواند. او تو را دوست. بس از دیلو گپ نزن. اما برای چی؟ التماس دیلو، دیگر چیزی شنیدن نمیخواهم. در قلبم برای محبت بسته است. باید این رو فهمد. یعنی نسبت طاهر یگان حسیاتی نداری زینب؟ نه، او را مثل یک دوست میدانستم. معلوم میشود که مناسبتمان را نادرست فهمیده است. این موضوع رو در همینجا محکم میکنیم. دیگر شنیدن نمیخواهم. اگر به هر یک دختری در نظرش بوده دل دهد کارش وزنین میشود. از من یک گفتم وگرنه مسخره دهانی مردم میشود. با عیناً همین طور دیگه. مرا ببخش طاهر. اینها رو به دکتر گفتی؟ تو چرا گریه میکنی؟ معلوم که اکنون خواهش تو میشود. زینب دروغ میگوید برفین. او هم به طاهر دل داده است. تو از کجا فهمیدی؟ عاشق از حال عاشق نمیفهمد مگر برفین. پس چرا دروغ میگوید؟ نمیدونم. این طور در روی آب و آتش بودن نمیشود خانم. فکر دخترتان رو کنید. از دیه روید. میفهمم از پسرتان جدا شدن نمیخواهید، اما وعده میدهم او رو به نزدتان میبرم. اگر نبرید چی؟ دیلا دخترم، از که چشمانت رو تازه کن. باید اومدن. خوش آمدید بابا. یگان گپ شد است بابا. خودی حاضر از دیها میروید برفین. میرویم؟ دیلا دخترم زودتر رفته به زلال خبر ده. مادرم در همین جایم. در همین جا؟ زلال رافع و حمید فکرشون را تغییر دادن. از این پس من هم کاری کرده نمیتوانم. یگان ناخوشی رخ نداده با دختر از زهر رو. رویم میگویید؟ دیلا به نزد دکتر رو. آن سراغی در استانبول بوده را دهد. از پس باخشه بیاد تا آدمانی در پس در بوده نبینند. مایلش بابا.
چیکار کردی دیلو؟ بعدتر میفهمونم. حالا زیلال با برفین از دیگه میگریزند. بابایم از شما سراغ رو میپرسند. خودی وزیر میروند؟ بله. راست با دیگه کوچک روید و رئیس سلامی من راسانیده همش رو نقل کنید و خودش به شما کمک بده. اینها رو هم گیر دخترم. نمیگیرم بابا. گیر دخترم. چی دور از اینجا روم؟ آخر خونه بودرم. حالا وقتی اینها رو فکر کردن نیست زلال. پیش از به استانبول رفتنمون به شما زنگ میزنیم. از خونتون هر چی خواهید به شما میبریم. شما خواطر نشوید. فکر اینها رو نکنید. اما زودتر برای آن سراغ رو من در اینجا نوشتم. کمیسر با شما کمک میکند، فهمو؟ سلامت باش پسرم. شما هم سلامت باشید. زود باشید، باز دیر نکنید. روید دخترم. خدا حافظ. رفته مادر. خدا مددگارتان باشد. روحی سفید. روحی سفید. گپ زدن و گپ زدی، اما سخنانت بیهوده بدن. این بابا دختر را با ما دادن نمیخواهد. اکا کمی صبر کنید. خودتون شاهد میشوید که دختر را به ما برمیگردونند. شما در اینجا نشسته صحبت کردن گیرید. بخیر است؟ بخیر است. بابا ابراهیم زیلال و برفین رو گریزانده. و کجا؟ و کجا میشد؟ روز با دهه کوچک رفت ایستادن. کاری کرده از دهه نبرآمده آنها رو دستگیر کنید. علی، مصطفی، محمد، خیلی رفتیم. برویم. کنی زودتر اسبها را زین زلید. شو حاجه نوارا شو مادر جون حامد. حالا برفید. مادر جان استیباس. مادر جان استیباس خیلی. برفی گریز. مادر جان. راو زودتر از اینجا. راو برفی راو. راو از اینجا میگویم. برفی راو. برادر برات نمیمانم زیلال. این طور نکن. من دخترت را میگیرم. آمی دخترم را به حالش بذار. خبر کن. اسکو. دخترم خاطر نشد. نترس دخترم. برفین نترس. بیو. خلاص میکنم. بیو. سوار شو. بیو. شو. دیلو کجا شدی؟ خونه خالای زیلال رو خبر گرفته اومدم. از راه یافتنی برفین شدم. من هم. وای. باز زینب درباره من گپ زدی؟ وای. دلی قلبم برای محبت بسته است گفت.
فقط همین؟ بله. من باوری دارم که نسبت من مهر دارد. بله باوری دارم. باز چی گفتی لو؟ دیگر هیچ چیز نگفت. همش همین؟ با من باور نکرد. اکا دختر در این طرف نیست. گفتم که به طرفی کوه گریخته است. چی به من میگوید؟ کنی زودتر از پسا شوید. خوب شد است اکا. کنی رفتیم. زودتر. همه جا رو کوبید. کنی بچه ها زودتر. یک دختر رو دستگیر کرده نمیتوانید. اینجا رو نمیدونند. نمیدونند. تو نشین به خود بیا. اکنون من چی کار میکنم؟ نمیدونم برفین. به من کمک کنید امک شهباز. کمک کردم که دخترم. از این زیادتر باید چیکار کنم؟ اگر تو رو در خونه‌ام پنهان کنم قسمت رو میدونی در یک دم تمام ده خبردار میشود. گریه نکن دخترم، گریه نکن. تا تاریک شدن هوا در اینجا پنهان شو. البته یگان شورهشو نیابیم. نترس، نترس. آلدو، سعید، در کجایی؟ یکم کس هست؟ در کجایی نگویم؟ بیایید. تو در اینجا چی کار میکنی؟ چورگو رو نگاه میکردم. چوپانها در کجایند؟ سعید و آلدو با مکتب زینب رفتند. خواندن نویسنده میشدند. چی؟ خواندن به آنها مانده است. کار این احمقها را بین. توبه توبه. کنی تو زودتر این جایها را تازه کن. زینب، برای چی با اینجا اومدنم رو میدونی زینب؟ با گفته های دیلو باور کردن نمیخوام زینب. برای شما رو خوشحال کردن باید دروغ میگفتم آقای طاهر. من رو درست فهمیدی زینب. نیتی من جدی است. من تو رو دوست. بس کنید آقای طاهر، التماس در این موضوع گپ نزنید. من سخن اختیانم رو گفتم. با تو باور میکنم زینب. من میدونم که تو هم نسبت من محبت داری. و شما من تنها مینداریم رو بیان کردنی بودم. شما من، پدرم و برادرم رو نجات دادید. به همین خاطر با شما مهربان بودم. افسوس که من رو نادرست فهمیدید. از این پس به رفتارتان دقت دهید، خوب می شود. اینجا ده است. از این پس از من دورتر گردید.
هی خود به خود ضرر آوردن رو دوست می‌دارند. هی چی میخوایی؟ سینان در کجا است؟ به وادی نهر میروم گفته بود رئیس. مایلش با او یک خبر دارم. خیر. معلوم که به مکتب میرفتید حیوان ها، من به شما برای این طرف و اون طرف گشتنتان پول میدیم. در مکتب چیکار داشتید؟ از کی اجازت گرفته به مکتب رفتید؟ این هاشی که بهتان را تر میکنند اگر من نباشم از گرسنگی میمونید. خوانده نویسنده میشدند. گم شوید، دف شوید، هر دوتان را پیش کردم. این طور نکنید آقای رافع، او زن و فرزند دارد. مرا پیش کنید، من هیچ کس ندارم. این نگاره حالا هم گپ زده ایستاده است. این کنی برایت. گم شوید دیگر شما را چشمان نبیند. چه کار کردی حامد؟ دختر گم شد. با فکر ما را دیده به غار پنهان شده است. ینگه کمی ما را تنها گذارید. یک دو مصلحت داریم. خوبست است. اکا پگاه سحر شود دختر را میابیم. گوش کن، من به مکتب رفتم. آن دخترت با دختر چی بلایی دارد با خبر باش. اکا دختر من با این کارها دست نمیزند. نادرست فهمیدید. میخیل معلوم که به عقد باور نمیکنی. این طور باشد خودت میدونی. از من گفتم. زینب روز بخیر. کنی با من بیا. را گرد. کنی را گرد. زودتر را گرد. بفرستد. شرمنده شکل به این کارها دست زدی ها؟ پدر چی شده؟ شنیدم راست است. بین تو و دکتر چی گپ است؟ خدایا پدر چی ها میگوید؟ هیچ چیز نیست. اما آمکت این طور نمیگوید. با چشمانش دیده است. آمک شما چرا با چشمانتون دیده اید؟ کنی بگوید. من چیزهای دیدم را گفتم. انا دیدی؟ پدر آخه شما مرا خوب میدونید. آقای طاهر رو هم میدونید. چه خیلی با چنین آوازه ها باور کردیم؟ پیش از همه شما باید دانست که من با چنین کار دست نمیزنم. من با جز شما باز کی دارم پدر؟ اگر شما دیگر با من باوری نداشته باشید من... دخترم این خیلی میشود. جوانید خونتان در جوش است. هر کار شدنش ممکن. لیکن همه چیز باید در دایره آداب باشد. مادامی که چنین نباشد با احتیاط باش دخترم. و سرمون بلا نار. ما رو در بین مردم شرمنده نکن. زن با نصیحت اصلاح نمی شود. دخترت را خاناندی و تربیه نکردی. وای بر حالت حامد. عزیزکم پایتون لط خورده است. دستتون هم لط خورده است. یک دو روز بستن ماندن لازم. درد را حس نکنید. دردی من از زخمهایم نیست، از جگرم است. دیلا دخترم رو گم کردم. السلام علیکم. خدا شفا دهد جلال دخترم. یگان خبر هست بابای برادر. شطوری که شنیدم آنها برفین را نیافتند. خدا را شکر. این دختر کجا شده باشد؟ شاید در کوه در یگان غار پناه برده است. کمی دیرتر هوا تاریک می شود. در کوه خودش تنها چی کار می کند؟ دخترم گیر خوراخه. اشتها ندارم. راست میگویی. احوالت بد است. من چی کار میکنم ممک شهباز؟ سرگذشت تو هم به سرگذشت کیچه مانند است. او هم به مثل تو زنی چهارم شدن نخواسته به کوه برآمد. او کوه را مکانی خودش اختیار کرد. کیچه هم راهی خلاصیش را در نزد سیلوبدستان دید. از آن رو سر کرده کیچه از کوه نفرآمد. سرگذشت کیچه رو میدونم. البته از سیلوبدستان پناه جستن راه حل نیست، اما راه حل مشکلی من چی است ممک شهباز؟ نمیدانم. برای تو هم راه خلاصی یافتن لازم. بی شبه پگاه آدمانی رافی و جستجویت میبرایم. این دفعه این جای رو هم درحال میابم.
ایستو فکر کنیم در حال غمگین نشو گریه نکن هست برای تو هم روی خلاصی هست چقدر رو گوش کن تو برا سحر در وادی نهر میشوی از آن گذشته به دهه ویران رو در اینجا اتوبوس ها هستن با هنوز سوار شو تو رو حتما به شهر میبرن مگیر مهمان خانه درون نوشتم رو یا سلامم را رسان آنجا مان من باشم زودتر خانم زلال را به نظر میفرستم من با اونجا چطور میروم اما که شب بود البته اگر پول نداشته باشی رفتن نمیتونی بی پول رفتن نمیتونی ایستا کنی من این رو گیر خس کنی بیا خدا نگهبانت خدا از شما راضی باشد اما که شب بود شما آدمی خوب بودید کنی فراموش نکن از وادی نهر گذر من این رو گیر آنجا باری ناک است کنی را رای سفید برادر خدا خودش ما را به هم رساند برفینم دخترکم خدایا دخترکم را نگه دار نگذار که دخترم را از من گیرند خدا جان با من کمک کن نسبت او ناخی کرده ایستادم ای کاش میدونست که چقدر او را دوست میدارم شاید با همش رو گویم نه گفتم نمیتوانم نمیتوانم خدایا التجا میکنم با من کمک کن چرا اینقدر غمگین می نمایی پسرم؟ چی درد داری؟ مهم نیست مادر جان از واقعه هایی که در این دهه شده ایستادند غمگین نشدن غیر امکان است اما اینجا برای ما موافق نیست بیا یک روی نکن از اینجا رویم مادر جان اگر خواهید برگردید من در دهه میمونم در این خصوص بحث کردن نمیخواهم التماس السلام علیکم آقایا علیکم السلام خسته نباشید همه بخیر است رئیس بخیر آقای رافع خوش خبر آوردم بخیر است خیلی خوش خبر خوش خبر میگوید و گام نمیزند برفین رو یافتم چی؟ سحری بر وقت چوپان ها را دیدم رئیس گپ را دراز نکن دختر در کجاست به وادی نهر رفتنش را دیدم نهو در حال بچه ها را جمع کنم بکو برای خوب شده است
رئیس اینجا رو به خطر گفته بود. صبح بخیر دخترم زینب. صبح بخیر بابا ابراهیم. قزبون صبح بخیر من زینب. درسی تو بگاه هست قزبون. به من درس معقول شد. با کودکان خونم نمی شود و باز به تو یوری می دهم. مادامی که درس رو دوست داشته ای بگذار خواستی تو شود. تو چی شد؟ نه هیچ چیز نشده است. تو بیمار هستی؟ نه خوبم قزبون. حالت خوب نیست. دلم به حضور می شود. با فکرم شما خوردم. حاضر می گذرد. آقای دکتر را چه زنم؟ نه لازم نیست. نباشد رفته یک لیمون چوی کرده بیورم؟ نه قزبون حاضر می گذرد آخر من خوبم. این طور نمی شود. تو هم اینجور ایستو قزبون. به خدا اینجا چی گپی هست؟ بیمار نیستن میگوید احوالش بد است. دکتر را جیغ زنن میگویم میترسد. دلم بی‌حضور شد میگوید و لیمون چای نمیخواهد. دلش بی‌حضور میشده است. سرش تاب میخورده است. او حامل است. چه خیلی من نفهمیدم. خوندن میخواهید گفتم ما رو از کار پیش کردن گویا که خوندن کاری بد باشه. با این سین و سال خواندن و نوشتن را نو میآموختی؟ باز هم میآموزید؟ البته میآموزید. گرسنه هم باشه میآموزید. ها بله. مردمی دیگه شما رو گرسنه نمیگذارند. سبب شما رو پیش کردن اماکی رفیع به همه معلوم است. با سروری بابا ابراهیم همه به شما کمک میکنند. فقط خواطر نشوید. صد بچه های رفیع. آقا در اونجا برجو عزیز برجو شو میگویم ایستید. در اینجا چی میکابه؟ روید زود از اینجا. گوش کنید ما با شما کار نداریم. ایستا از جایت نجوم. مونی من بر راهم روم. از من چی میخواهید؟ نترس تو وقتی که من هستم با تو کسی نمیرسد. پاپیکیچا دیلا یک خبری دارم که برایم عجیب نیست کزبون. هی دختر بس کن غیبت کنیت رو. من غیبت نمی کنم. راستش رو میگویم خاله زیلو. بیا اینجا بیا دیلو. تو باید این رو دانی. بیا راه کن. چی کار میکنی قزبون؟ چی؟ راست میگویم. انیق که از دکتر است. دروغ میگویی. درباره دکتر باز چی گپ ها برآوردی؟ هیچ چیز خاله زیلو. یک اوضاعی پهن شده است. همان رو گفتم. این لقی چی میگوید؟ نمیدونم این گپ رو از کجا میبرورند. گویا زینب از آقای طاهر حامله بوده است. چی؟
طاهر من به طاهر باوری دارم و این کار را نمیکند. من هم باوری دارم اما ای وای این خودش چه آقای گفت؟ زلال از جایتان نخیزید. به بالای این اگر این احمق آوازه را به گوش حمید رساند دختر را میکشند. الا ایستید خدای زلال. خدا از شما راضی باشد. آخر گفته بودم من کمک هم آمد. سلام علیکم. سلام علیکم. این برای تو آلدم. گیر نه گیر. نه لازم نیست نمیگیرم. اینش برای تو. سعید. خدا از شما راضی باشد. از همه. سلام علیکم. برادرها آقای اشر با شما گپ دارند. کارهای چرواداری هم زیاد شدن. از او دست برآمدن نمیتوانم. خواهید آمده کار کنید. کار باشد کار میکنیم. لیکن مکتبمون چی میشود اکای یشر؟ هیچ گپ نیست. هم کار کنید هم به مکتب روید. از این پس وقتی خواندنتون رو با آقای اشر معین میکنید. خدا از شما راضی باشد. دختر حال یکم به کسی نگویید. من تنها با شما گفتم. باز اینو به همه آواز نکنید. مایلش قزبان تو خواطر نشم. های اومم پر شد. آروم شو. فکر نکن. خور و کدر خور. آنها را فراموش کن. به اینجا آمده نمیتوانم. به تو میگویم برفین خور و کدر خور. خور. با دقت باش یلمز. تا از سرحد گذشتن را بلدها تو را همراهی میکنند. به آنها حرکت نکن. خوب شده است سینان. میدانم که مرا شرمنده نمیکنی. یلمز با دقت باش. به شما تشکر زیاد. کنی خیز. کمی استراحت کن. خیز جوده. میرویم. استراحت کن. رای سفید یلمز. تشکر. شرمنده ها یک دختر را آورده نتوانستید. ببخشید آقای رافع. حیف شما. کنی گم شوید زودتر. دم شوید از پیشم. کنی گم شوید. شما چی درد دارید؟ چی گفته استاده؟ آقای رفیع این چیز به شأن شما نمیزیبد. کار شما چی؟ برفین حق من است. خواهم میگیرم نخواهم نه. کاردار نشوید. گپ درباره برفی نیست آقای رفیع. گپ درباره دختری آقای حمید است. چی؟ بچیانم چی شده است؟ تو چه ها میگویی؟ احمق! میخوشم
میکشم تو را حیوان سردهد مرا سردهد نگویم میکشم تو چی نگاه کرده استاده ای دو شو حیوان شما رو انتظار شوم اپا تو رو ولی من دیرتر می آیم بچه ها اجرا کردن وظیفه خانگی رو فراموش نکنید وظیفه خانگی همون رو چخیر اجرا کنه معلمه حرفا رو در یک سایت پورا نویس مایلش پسر من دیگر با مکتب نمی آید فرزندانی من هم نمی آید چی شده چرا این طور میکنید با کودکان چیزایی بد می آموزید بزنی به شرم بده خدایا شما چه ها میگویید چی بودنش رو خودت خوبتر میدونی کار تو و دختر رو همه فهمیدن تو حامله دار بوده آخرین تهمت است برای تو بریم به ناموسا در ده جای نیست این دروغ را که آواز کرد شما حساب داره زینب 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 چشمانت رو کشو حامد برایت چی در اینجا نشسته زود برایت حامد بخیر است ها؟ بخیر نه شرمندگی خیلی شرمندگی درباره برفین میگویید دختری تو به ناموس خانواده همان داغ آورد باز همان گپ ها اکا آن زینب تو از دختر حامله بوده اکا گپتان را دانسته زنید همه دهن شرمندگی را میگویند چی تهمت و به انصافی است دروغ است زینب این کار را هیچگاه نمیکند تو حالا هم پشت دخترت را گیر دان که زینب به اولاد ما داغ سیاه آورد دان که با این داغ سیاه در ده هم ماندن نمیتوانی حامد یا دخترت را گرفته از ده هم میروی یا هم دخترت را میپرانم و هم تو را نشین زینب چشمانت رو کشو دختری من به عفت و ناموس صاحب است این گپ همش دروغ است تهمت است زینب خدا کجا شد در کجا ماندم زینب چشمانت رو کشو زینب با تو چی شد بی ناموس ها بی آداب ها بی ناموس ها چی رو میکوبه شرمنده شدیم علی پنهان کرده است پدر استا جیانا استا بی شرف ها بی ناموس ها بی آداب ها احمد برایت در کجایت بی ناموس ها دکتر آنها به خانه دکتر رفتند به آنجا رفتند دیلو یوریده دیلو زودتر دیلو یوریده زودتر اسباب رو بیار اسباب رو چرا ایستاده دیلو زودتر چراغ رو بیار زودتر چراغ رو تهمتی برآورده است در تمامی ده آورده شده است خاموش شو
تو ترس از خدای و شرم از بنده نداری. خدا کردم که میترسیدم. اگر به روش حامد رسد و یگان بلا شود از تولد شدنش پشیمان میشی. یک طرفیست از پیشم دور شو. ای خدا جان، الکی فهمیدن. با خونه دکتر رفتن. اون کس با خونه دکتر دکتر او در کجاست؟ گم شو یک طرفیست. بیشتر در کجاست؟ جواب ده. در کجاست گفتم؟ خونش رو گرفتن در کردیلو. با وجود شما رو رد کردنش به نزد زینب رفتید. با تو چی شد از دیلو؟ خونش رو گرفتن در کر. زود تشخیص کردن در کر نمیفهمی. از دکترانی پیش طرف فرقی نداشته اید. یک طرفیست. اما که حامد دست خوش رفته. از آن شرمندگیت البته از هوش میرود. چه شرمندگی آقای حامد؟ ابلهی بیناموس حیوان رذیل. تو یک طرفیست. نکنید. پیراهن تقدیر فیلم سال 2011 در مرکز پرودوسری سیما پروداکشن از ترکی به تاجیکی گرداند.